عطایای حکمت، معرفت، نبوت، معجزه، ایمان، شفا، عطایای صحبت به زبانها و ترجمه آن و تشخیص ارواح، چون آتشی شعله‌ور از آسمان پدر بر جسم و جان و روح ما ببار. این معبد و پدر با عطایای روحت امروز پارسا. صدای پیروزی از آسمان رسید. خداوند گفت آمین. خود را جلال دادم، باز هم خواهم داد از طریق شما فرزندان. خداوند جلال بیار، جلال بیار از طریق ما. نیست بهتر از روح تو در ما. خداوند جلال بیار، جلال بیار، جلال بیار. خداوند جلال بیار، جلال بیار، جلال بیار. خداوند به نام عیسی مسیح یشوع، خداوند ناجی. خداوند تو را نگه دارد، از روح خداوند پر شوی و نام او را جلال دهی. خداوند از روح خود بر تو بریزد و عطایای او از تو جاری شود. جسم و جان تو مطیع روح خداوند در تو باشد و محبت او تو را فرا گیرد. در نام عزیز عیسی مسیح که به خاطر گناهان ما روی صلیب مرد و روز سوم زنده شد.